فهمیدی؟ تو ذاتی نمحرمی، تو ذاتی نمحرمی، تو ذاتی نمحرمی. مک شما فهمیدی؟ فهمیدی؟ ایکومینیا پاستا برای بیماری پروستات، برای خون گرفتگی و مردانگی را با قوت کردن. سمی اوون برای بزبالشوی و فربهشوی از 10 تا 15 روز. فدزار کسانی که میخوان خودشان را خراب کردن از 10 تا 15 روز. ماز برای ساعت همخوابگی را دراز کردن. جوانهایی که میخوان ریش برارند و شخصانی که سرشان میریزد مینوکسیدیل نتیجه اش را در طول 3 ماه میبرارد. شرکت داروهای گیاهی همراه شماست و تمام شهر روسیه دستکه داریم و کسانی که میخوان ای مترو دسترس کنند پس تا مترو دستکه ما بپول است. با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم بر کل برادران و خواهران عزیز. خوب نوارا شما دیدین یک مادری که فرزند خودش دشنام و حقارت کرده لطکوب کرده است. راستی گپ وقت این نوارا در تیک توک دیده باور که امی آدمی که ذره ایمان داره، آدمی که ذره عقل و انصاف داره اوجه خودش خید میکنه که در چی حالت میافته. راستی خوب مایل فرزند که زدی پس برای چی ویدیو کرده در اینترنت رو پن میکنی. این ویدیو را پیش در تیک توک هم دیدم، در اینستاگرام هم و در تلگرام هم دیده بودم. دیگه همین روز چخیلی که با عصبای ما سختی با تاثیر کرد. نسبت همین خیل مادرها شما چی گفتنی دارین؟ مقصد و فکری ما همیه که مادر وظیفش همین است که برای تربیت فرزند جدا مستحکم باشه، جدی باشه. لیک شرط نیست که مقصد دشنام کنی و حقارت کنی و نوارش کنی و در اینترنت ها پهنش کنی. فکر میکنن یکان سخنی خوب میشنون. نه، من خودم همین زن فرزندی که لطخوب داره لعنتش کرد. ممکن بعضی مادرای هست که به فرزندن، بعضی زنای هست که فرزند ندارن به ناخونی فرزند زارن، آنها چی کاره و چی گپایی نگن. همین قم میگم که خداوند هر کس هدایت کنه و خداوند همه را انصاف و توفیق بده.